تناز تو واقعا ناراحت نمیشی؟ و من اینم به تناز گفته صدا تو ببر یه دقیقه. بله. تو ناراحت نمیشی؟ سلام و عرض ادب خدمت دوستان همراهان گرامی. خیر ببین گوش یه لحظه وایسا. بگم. داری میشی مثل فرشاد. داری میشی مثل فرشاد. یه لحظه سکوت کن من حرفمو بزنم. بفرمایید. فرشاد رو همتون دادید بیرون به خاطر اینکه اسمش هم گذاشتید بی غیرت و ال و بل و فلان که اصلا براش مهم نیست و فلان نیست. مثلا هر کاری بکنه تو هم دفاع میکنی هم تایید میکنی هم اشکالی نداره. من صحبتی که میکنم بگو. الان این موضوع هم که پیش اومد من بلند شدم جلوی هم با شاهین صحبت کردم، یعنی حتی مخاطب نگار رو قرار ندادم، تو داشتی با من بحث میکردی. گفتم عزیزم الان اینجا هم همه به من نخ بدن، من باید برم باشون حرف بزنم. نه واسه تو ارزش قائلم، بهت احترام میذارم، این کارو نمیکنم. تو اگه من واسه ارزش دارم میخوای احترام بذاری، هر چقدرم که نگار نخ میده، حالا چه میده چه نمیده، تو اهمیت نده. و حالا قبلا ما با هم صحبت کرده بودیم، به هر حال پسر یه سری شیطنتو داره. نه عزیزم که من اوکی تناز یا خیلی داری کودکانه فکر میکنی پسر فلان ما نداری. نه عزیزم، وقتی یک ارتباطی شروع میشه قراره که دوست داشتن و عشق درش باشه، ما دیگه پسره و فلان نداریم. تو داری حق میدی به پسرها هر غلطی دلشون میخواد بکنن و دخترا نباید نخ بدن و پسرها هر غلطی دلشون خواست بکنن. نه عزیزم، ما همچین قانونی من نداریم. امروز بهش گفتم که ناراحت میشم و وقتی صدم واسط اگه بیشتر ناراحت بشم میشه 80 70 و کاملا ممکنه من خیلی خب همینو میخواستم ازت بشنوم ببینم یک جای کار این در واقع روند اشتباه رو قطع می‌کنی یا نه. ممنونم ازت.